رحمن فتاح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از انس روایت است که گفت برای پیامبر خدا درود بر او مال را از بحرین آوردند. پیامبر خدا فرمودند آن مال را در مسجد بریزید و این بیشترین مال بود که برای پیامبر خدا آورده شده بود. پیامبر خدا برای نماز خواندن از خانه خود بیرون شدند و به آن مالها التفات نکردند و چون نماز خوانده شد آمدند و نزد آن مالها نشستند و هیچ کسی نبود که آن را دیده باشند و از آن مال برایش نداده باشند تا اینکه عباس آمد و گفت یا رسول الله برای من هم بدهید زیرا من برای خلاصی خود و عقیل پول دادم. پیامبر خدا برایش گفتند خودت بگیر و او با هر دو دست در جامه‌اش ریخت. چون خواست آنها را بردارد نتوانست. گفت یا رسول الله کسی را بگویید که اینها را با من بردارد. فرمودند نه نمیگویم. گفت پس خود شما آن را با من بردارید. فرمودند نه بر نمیدارم. همان بود که عباس مقدار را از آن بر زمین ریخت و بقیه را با خود برداشته بر شانه‌اش انداخت و رفت و تا وقتی که از نظر پنهان شد پیامبر خدا از قفای او می نگریستند و عجب حرصی داشت و پیامبر خدا تا وقتی که 1 درهم از آن مال باقی مانده بود و توزیع نشده بود از جای خود بر نخواستند. يا مسلمين صلوا عليه